من دخترم گفتم نمره اصلا واسه من مهم نیست و واقعا پاش وایسادم. الان دخترتون مثلا یه 0 بیاره بده شما تحویل بده چی میگین؟ این آفرین بابا. واقعا میگم آفرین بابا. من نظرم اینه که دخترم تو چیزهایی باید رشد بکنه که استعداد و علاقه‌شو داره. من دوست ندارم بچه‌م همین نمرش 20 بشه. خیلی ها هدر میرن همینجور، خیلی ها هدر رفتن. این شد که ما اول دبیرستان بودیم انتخاب رشته شکل. معدل بالاست باید بری ریاضی فیزیک. من ریاضی فیزیک خوندم. 44 سالمه هنوز کوتانژنت استفاده نکردم. من وقتی که مهندسی کامپیوتر حالا یه جایی به یه جورایی به اتمام رسید، نشستم جلوی کامپیوتر گفتم خدا چقدر دکمه داره. خودشو فشار بدم منفجر نشه. دیگه دکمه‌اش زیاده نمیدونم چرا. این اطلاعات ما بود از کامپیوتر. خب برای چی رفتی کامپیوتر؟ چرا رفتی کامپیوتر؟ برای چی من نمیدونم. باید بری نرم افزار بخون، نرم افزار به جایی برسی. تنبلا میرن انسانی، رنگا میرن ریاضی. رفتیم خدمت برگشتیم، بعد ازدواج کردی، حالا بچه‌ام داری، ولی به علاقت نرسیدی. یه بانکی رفتی استخدام شدی، داری اونجا مثلا باجه داری می‌کنی. 27 سالم بود، رفتم یواشکی کنکور انسانی شرکت کردم. شما 27 سالگی رئیس بانک شدی؟ بله. ولی با این حال خوب بود که وام میدادن، وام بدون. درسم ببین جایگاه هم خوب بود، حقوقم خوب بود، حالم خوب نبود. خیلی وضع حالت خوب نیست. آره. حالا همین که وای دیگه چی میخوای بهتر از این؟ چی میخوای بهتر از این؟ بعد رفتم 27 سالگی دفترچه خریدم، دفترچه کنکور انسانی. رشته ادیان و عرفان شروع کردم. اینقدر حالم تو اون ادیان و عرفان خوب بود که ارشد ادیان و عرفان باز خوندم. من دکترام ادیان و عرفان بود. الان حالم خوبه. حال تو هم دارم خوب میکنم. اینجا دیگه هم جایگاه هست، هم تحصیل هست، هم شغل و پول هست، هم حالم خوبه، هم حال دیگران دارم خوب میکنم. اینو میگن تعیین مسیر.